هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله؟ رسول اکرم تحیه مسجد خون، قرائتی دراز کرد، در خیام با سر به جای سجدگاه دوختگی بود، اشکا میریزان، رکوع کرد، در رکوع سبحان ربی العظیم، الله پروردگار جل جلاله را با پاکی یاد کرد، در رکوع ایستاد و بعدا به سجود رفت. و سجده چی است؟ مغز نماز است، مغز عبادت است، مغز نماز سجود است که با وجودی که همه کائنات خدا به خاطر او خلق کردگی بود. اگر 18,000 عالم اگر همش جمع کنیم به گرد خاک پای رسول الله برابر نمی شود. به همین بزرگی و شرافت قیام ده ایستاد، رکوع کرد، در سجده خدا را به پاکی یاد میکرد. و همون وقت بنده مسلمان است، همون وقت بنده کبر ندارد، غرور ندارد، خدا را میشناسد. بنده اساسی است او بنده که سجده خدا داشته باشد. اگر سجده خدا که نداشته باشد، هر روز میلیون گاو بکشد، هر روز میلیارد دلار خیر صدقات بکند، 1000 بار حج بره و بیاید، میلیون بار زکات بده، اگر نماز نداشته باشد هیچ چیز از کردگی. گنجینه در این عالم ویرانه نماز است. مولای روم میگه، همین مولای رومی که 2 سال پیش یک جمهوری او را بزرگ داشت قید میکرد، همون کس میگه گنجینه در این عالم ویرانه فقط و فقط نماز است. پول نیست، مال نیست، منصب نیست، قصر نیست، ماشین نیست، زن فرزند نیست، یار و رفیق نیست. همه اینها فنا میشوند، نیست میشوند، همه موقتی است. فقط از این دنیا ما و شما نماز میبریم. گنجینه در این عالم ویرانه نماز است. توحید بود باده و پیمانه نماز است. بیش سجده به درگاه خدا رحمت توانی ها. گر کعبه روانی دریا خانه